به نام خداوندی بخشنده مهربان. السلام علیکم دوستان عزیزم، حالتان خوب است؟ سلامتیتان چطور است؟ من فرزانه هستم با برنامه پرواز اندیشه در رادیو مهر. این بار میخواهم به یک سفر عجیب و کمی ترسناک سفر کنیم. این سفری ما درباره یک موجودی است که در دریا زندگی میکند و میتواند از خودش برق یا شوک الکتریکی تولید کند. بله، این ماهی برای محافظت از خودش روش عجیب و غیر عادی دارد. حتما خیلی از شما فهمیدید که ما درباره کدام یکی از این حیوانات صحبت میکنیم. بله، مارماهی. در این برنامه درباره مارماهی ها صحبت خواهیم کرد. پس حتما این برنامه را گوش دهید. دوستان خوبم، شما میدانید که ضربه یک شوک این مارماهی میتواند یک اسب را کشد؟ مارماهی های الکتریکی با وجود ظاهر مارپیچشان در واقع مارماهی نیستند و در تصنیف علمی به کرپ و گربه ماهی نزدیک ترند. نام این شکارچیان معروف آبهای شیرین از بار الکتریکی زیادی که میتوانند تولید کنند گرفته شده است. آنها با استفاده از این بار الکتریکی شکار خود را اول بهیس میکنند و یا شکارچیان را از حمله منصرف میکنند. جسم مارهای الکتریکی دارای عضوهای الکتریکی می باشد که تقریباً 6 اندام الکتریکی دارند که آن حدود 6000 حجره است و به آن الکتروخاموش می گویند. آنها قدرت و نیرو را مانند بطری‌های کوچک ذخیره می‌کنند و موقعی که مارماهی‌های الکتریکی مورد تهدید قرار گیرند و یا به طعمه حمله کنند، این حجره‌ها به طور همزمان خارج می‌شوند و تقریباً 600 ولت برق تولید می‌کنند. مارهای الکتریکی در چشمه‌ها و بطلاق‌ها و رودهای آمازون در امریکا زندگی می‌کنند. خوراک مارماهی‌ها بیشتر ماهی‌ها هستند، اما گاهی از آمفیبیاها و پرندگان و شیرخواران هم به عنوان غذا استفاده می‌کنند. مارماهی‌ها آبشوش و یا همان غلسمه دارند، ولی باید گاهی برای آب بیایند و نفس کشند. مارماهی‌ها چشمانشان خیره می‌بیند. آنها می‌توانند آنقدر بزرگ شوند که قدشان 2.5 متر و وزنشان به 20 کیلوگرم هم رسد. رنگ مارماهی‌ها سبز خیلی بلند و یا گاه خاکستری هستند. دوستان خوبم، درباره این مارماهی‌ها افسانه‌هایی هم گفته شده است. یکی از افسانه‌هایی که درباره این مارماهی میگویند این است که توانایی او در پیشبینی زمین جنبی‌های وحشتناک است. شاید اگر ما هم کم بیشتر حواسمون به این ماهی باشد، بتوانیم از زمین جنبی‌ها در امان مانیم. دوستان خوب و عزیز، خیلی احتیاط کنید. این مارماهی بسیار خطرناک است. همراهان عزیز رادیو مهر، برنامه امروزی ما به پایان رسید. تا یک روز دیگر و یک برنامه دیگر شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.